دادری عزیز، هرگاهی سخن درباره زمین لرزه هایید می رود، گرگ گرسنگی جگرم را پاره می کند. مادری هنوز از زندگی سیر نگشتن پیش رویم می آید، دیگر طاقتم نمی ماند. می خواهم فریاد زنم که زمین و زمان را بلرزه بیارد. دهه ما تگ خاک نماند، اما خانه ها ویران شده به خاک یکسان شدند. دو سه خانه پایان دهه که دیوار سینج داشت، دیوارهایشان کفیده بود، ولی هنوز سری ستونها می ایستادند. معطل یک تکان سخت‌تر بودند. شاید شما شنیده باشید که زمین در هایید قریب 1 ماه جنبید، قرار نگرفت، آهسته آهسته تکان می خورد و خاک سیل نیز در حرکت بود. به نظر می رسید که زیر زمین زادگاه ما آب می جوشد. من 7 ساله بودم، دادرم 4 ساله، مادرم بچه های یتیم مانده حد و همسایه را جمع کرده همراه من به پایان دهه به دامنه تیپه‌ای که بی خوف بود برد. روز دوم بود که ما برده نان را به دهان نبرده بودیم. گرسنگی سخت عذابمان میداد. آچه جان فغان کرده من نانم بیده و گریستم. دادرکم سری آوازم را گرفت. ما دو کس داد و فریاد می کردیم. یتیمانی که مادرم از بین خانه های ویران شده پیدا کرده بود خاموشانه اشک می ریختند، ولی جرأت بلند کردن آواز را نداشتند. زمین می جنبید. کمتر دیگر صبر کنه جان آچه با آواز گریه آلود گفت مادرم. زمین از جنبیدن ماند، از یگان خانه نیماباد نان یافته می آرند. ولی گرگ گرسنگی چنگال بروده ها و معده ما می زد و آوازمان بلندتر می شد. ناعلاج مان مادری ما. مادرم به طرف خانه راه پیش گرفت و به خانه در آمده بود که تکان سخت زمین تگ پایمان را لرزاند و پیش چشم ما بناها از هم فرود می ریختند. مادری بیچاره من هم تگ بنا ماند. اکنون من و دادرم نیز قطار یتیم بچه های دیگر حیرت زده بالای تیپه می ایستادیم. گرسنگی خود را فراموش کردیم. از بین سالها گذشته است، اما هنوز شبها خواب می بینم که مادری عزیزم از درون خانه ولنگار برده نان در دست طرف ما می دود. این سیل بلا زیر و زبر کرد و برفت. این سیل بلا زیر و زبر کرد و برفت. باقی همه را خون جگر کرد و برفت. ما در تی خاک و طفل آغشته خون، صد وای بر احوال پسر کرد و برفت.